به نام آن که ما را آفرید. یک نوع دیگر از لامپ‌های کم مصرف. این لامپ کم مصرف 18 ولت 2700 کیلو هست. این لامپ سوخته و خراب شده. ما باید توجه داشته باشیم که لامپ ها، نگاه کن این گوشه لامپ ها میبینین اینجا یک قسمتی سیاه شده، یعنی این رشتهش خراب شده. ولی یکی دیگه دارم که این رشتهش خراب نشده و سیاه نشده. از کجا بفهمیم واقعا این رشتهش خراب شده؟ الان طریقه باز کردنش با یه چیز نوک‌تیز یا چاقو یا هر چیزی میزنیم بغلش، کم اینو باز میکنیم و این باز میشه. میبینید که از هر دو طرف باز شد. من قبلا این دوتا سیم رو ازش جدا کردم و باز کردم. حالا طریقه باز کردن این سیم ها به دور این میله یک میله کوچکی داره که دور این پیچیده شده و با یک چیز نوک‌تیز، چاقو یا هر چیزی که نوک‌تیز باشه که بتونی اینا رو باز کنی، میزنی زیرش و کم کم اینو بازش میکنی. بفرمایید کم کم با حالت چرخشی بیا. یه پایش باز شد و پایه دیگرش هم همینجوری به همین سبک بازش میکنیم. این علت سوختن این لامپ چی بوده و چطوری میتونیم این لامپ رو درستش کنیم. بیا 4 تا سیم رو در آوردیم و لامپ در اختیار ماست. من اهمت دارم و اهمت رو ما رو حالت بوق قرار میدم. حالت بوق اهمتر، ببینید حالت بوق اهمتر. 2 تا پایه اهمت رو به هم میزنم، صدای بوقی رو میشنوید. میخوام ببینم رشته لامپ ها سوخته یا نه. یکیشونو به یه پایه و دیگری رو به پایه دیگه وصل میکنم. خب از این ور سالمه، رشته لامپش سالمه، بوق زد و سالمه. از این ورم وصل میکنم، میبینی که این ور، از این ور میبینی که این ور سوخته، این ورش سوخته، ولی از این ور نه، از این ور رشته لامپ سالمه. خب پس این به درد نمیخوره، چون از یه طرفش سوخته، همین یه طرفش سوخته، بسه که این دیگه کار نکنه. اینو میذاریم گوشه و این برد داخلیش که ولتاژ برق رو تنظیم میکنه. اینو ببینید، این اگر که خازن خراب باشه، خازن باد میکنه یا سوخته میشه. اگر هر کدام از اینا خراب باشه سوخته میشه و به چشم هم دیده میشن. ما این برد رو سالم میدونیم، چون حالا اگه بخوایم ولتاژش هم بگیریم، اینو به برق میزنیم و ولتاژ دو طرف اینو میگیریم، مشخص میشه که این سالمه یا خرابه. اهمت رو روی AC قرار میدم، برق شرط. DC برق باتریه و AC برق متناوب برق شرط هست. بدونی که دستم به هر کدوم از اینا بخوره که شاید احتمال برق گرفتگی بیاد، به برق وصل میکنم. خیلی احتیاط کنید، خیلی احتیاط کنید و احتمال برق گرفتگی بالاست. 2 پایه رو به چی وصل میکنیم؟ ببینید ولتاژش چقدره. میبینی به اندازه 11 ولت و به اندازه 11 ولت داره برق تولید میکنه، یعنی این سالمه. اگه سالم نبود همچی برقی رو تولید نمیکرد. حالا دو تا پایه بعدیش هم بزنم. دو تا بعدیش هم همینجور 14 ولت داره برق تولید میکنه. پس این سالمه.